کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، سه توجیه ده کما اخرجک است. کاف برای تشبیه است. اما چی تشبیه است؟ مثل که حواله شدن غنیمت ها خاص برای الله و پیغمبر قرار گرفت، یک کمی دل آدم، طبیعت آدم خیت میشه که چرا این غنیمت ها محنت و زحمت ما بکشیم، کفار ما بکشیم، اما هیچ غنیمت در دست ما نبیه. اما زمانی که صحابه شما تسلیم شدی به این حکم الله، چقدر نتایج خوب به دست آمد. جنگ، نزاع، کینه، کدورت از کل صحابه گم شد. این همی قسم کما اخرجک، این همی معامله به مثل کشیدن پیغمبر علیه السلام است که الله متعال را کشید طرف چی؟ جهاد. اونجا هم داول برآمدن یک تعداد صحابه طبیعتشان چی بود؟ خرد بود که این قدر تعداد کم ما چه قسم با این تعداد زیاد مقابله بکنیم؟ نه، بهتر است که ما پشت قافله بریم، نه در مقابل چی؟ لشکر. لیکن اونمونجا با وصفی که طبیعت قبول نمیکرد، الله چی ثمرات بزرگ سر جنگ مرتب کرد. اینمی قسم دعواله شدن غنیمت ها به سوی ملکت الله و تقسیم پیغمبر علیه السلام در ایام اینمی قسم خوبی ها و نیکی ها بگوی وجود داره. پس از او خاطر شما در هر امر الله متعال گاهی هم در قلبتان ادنا سخن تا بالا نشوه، در خاطرتان نگردانی که چرا مال غنیمت اولا به او میشه. یک توجیه است. دوم، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، مثل که کشیدت تو را پروردگارت از خانهت بالحق، به حق. چی مانا؟ اینمی معامله را هم، کدام معامله را؟ مثل که تو را کشید الله متعال از خانه تو، اینمی معامله کامیابی را هم الله متعال برای شما بیان میکنه که اگر اطاعت الله و رسول کرده، مثل که در او جنگ کرده که اطاعت در حالی که نظر ظاهری تان ای بود که نه ما اطاعت پیغمبر را نکنیم، چیز مردم کم هستیم، اینمی قسم اگر اینجا اطاعت الله و رسول بکنه کامیابی براتان حاصل است. دو، بعضی مفسرین میگه که نه، اینجا عبارت محذوف است. نصرک، امداد که تو را پی الله متعال، چرا؟ به خاطری که اخرجک کشید تو را. اینجا باز چی شد؟ علتش است. به خاطری که تو را نصرت داد، علتش بیان میکنه که تو را از خانه کشید. کما اخرجک، مثل که کشید تو را. معلوم شد که پیغمبر علیه السلام هر عمل کردش چی است؟ بگوی امر الله متعال است، الله کشیده او را. یک، ربک من بیتک، کشید پروردگاری تو از خانه تو بنابر مصلحتی که الله متعال مقرر کرده بود در برآمدن عالی. ربک، پروردگارت، اشاره به این میکنه دمی کشیدن هم تربیت تو بود. چرا؟ به خاطر که شهامت مسلمان ها، غیرت پیغمبر علیه السلام، نظم و دیسیپلین یا تاکتیکی که پیغمبر علیه السلام در اینجا در کار انداخت، این کلش توسط چیسته امی جنگ بدر واضح شد. پس یام یک نوع تربیتی کی بوده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم که برای مخلوق واضح شود که پیغمبر چه قسم یک قماندان میدان جهاد است و چه قسم تاکتیکا را یاد داره. و این خود چه رقم کشید؟ بالحق، به خاطر کار حق، یعنی به خاطر یک حکمت داشت که او جهاد بود. این کشیدن به خاطر انتقام جویی نه، کشیدن برای ملکگیری نه، ملکی حاصل کردن نه، به خاطر از اینکه قدرت نظام قدرت جهانی در دستم باشه، به این خاطر نه مثل امریکای امروز واری، بلکه به خاطر حق بود که حق قائم شود، توحید الله جا بجا شود. و این فریقا من المؤمنین لکارهون، یقینا یک جماعت از مؤمنا لکارهون، بد میدانستن از نگاه طبیعتشان. نه، وقتی که پیغمبر مشوره میگرفت یا مشوره دادن که نه کم هستیم نمیتونیم، یا کمی همت چیسته، کم همتی را نشان دادن. از او خاطر در طبیعتشان همی کار بد معلوم میشد که این قدر مقابل، این قدر لشکر. یجادلونک فی الحق، بحث میکرد به خاطر چی؟ امرای تو فی الحق، در مورد حق. مراد از حق اینجا چی هسته؟ درباره از اینکه در کدام طرف بریم، طرف جنگ یا طرف قافله بریم. اینجا مراد از حق جهاد است، یعنی جنگ در مقابل کفار است. قطع تو بحث میکردن، گفتگو میکردن. نه، چرا؟ الله متعال در اینجا اظهار عمل صحابه را به تعبیری میکنه که شان صحابه خوب نمایان میشه که چقدر بزرگ است. تنها یک گفتار صحابه را تعبیر به مجادله میکنه. گفتار صحابه تنبیه میده الله متعال صحابه را که صحابه گپک خرد شما
فکرتان باشه که خیلی بزرگ شمرده میشه. احتیاط بکنه در مورد پیغمبر صلی الله علیه وسلم. زمانی که گپ میزنه بعد به سر و جان تسلیم باشه. بعد ما تبینه، پس از اینکه واضح شد برشان فرضیت جهاد و عزم پیغمبر علیه السلام که طرف لشکر میره، که انما یساقون الی الموت، تو گویی که یا کشانده میشه به سوی مرگ. مثل که یک آدم به مرگ برده میشه، اما رقم طبیعتش ناراسته میباشه. شما هم همینطور طبیعت هایتان ناراسته کردی ها؟ و هم ینظرون، در حالی که وامی دیدن دشمن لشکر که خیلی قوت داره، چند است، هم مگه پاره می دیدن دیگه. از او خاطر طبیعت ناراست می بود. الله صحابه را میگه که شما اینطور باید نباشید، چرا که شما شاگردای پیغمبر هستید. شاگردای پیغمبر چرا اینطور باشه؟ و اذ یعدکم الله احدى الطائفتین، در آن وقتی که وعده کرده بود الله متعال امرای شما، وعده میکرد الله وعده کرده بود الله متعال برای شما یکی از دو طایفه را، یا عیره یا نفیره. یعنی برای شما حتما چی میشه؟ الله خو عالم بود و خو برش معلوم بود که حتما برای صحابه لشکر نصیبش میشه قبل از او. چرا ایره به طریق چی میگه؟ وعده الله متعال خواست اول میگفت که لشکر نصیبتان است. نه، تربیت اخلاقی صحابه را الله متعال میکنه. چرا تربیت اخلاقیش میکنه؟ به خاطر که میبینه که حالی صحابه کدام راه را انتخاب میکنه، کدام راه را. قرآن برای ما میگه انها لکم، که یکی از همین طایفه ها برای شماست. و تودون، شما دوست داشته، ان غیر ذات شوکتی، که کدام طایفه که صاحب اسلحه نیست، تکونو باشه لکم برای شما. شوک اصل خاره میگه، خار. و شما خوش داشته که باشه امو طایفه که بیخار در دستتان حاصل بیایه، سرش کامیاب شه، مالی غنیمت هم بگیره، امو را خوش داشته تکونو لکم باشه برای شما. لیکن و یرید الله ان یحق الحق، لیکن اراده کرده بود الله متعال که حق ثابت شوه. یحق الحق، اصل مقصد اسلام به دست بیا، نظام اسلام قائم شوه در اینجا. اینه به کلماتی، به حکم خود، به وعده های خود الله متعال. و یقطع دابر الکافرین، ببره شرک بیخی از بیخکن شوه، و ببره دابر الکافرین، بیخی کفاره. چرا؟ بیخی کفار همو کلانای کفار است، ابو جهل است و باقی سنادید و کلانای قریش است. از او خاطر الله اراده را کرده بود. چقدر درس عظیم است. الله میگه ای مومنا همتتان باید بالا باشه، به همت هیچ وقت نباشه. وقتی که نماز میخوانه نگه که برو یک دو رکعت زود میخوانم، نه 4 رکعت بخوان، خیلی خوب نماز بخوان، همتی تا کم نکن. روزه میگیری همین قسم، صدقه میکنی که در پر میدی، همتی تا بالا کن، 20 روپه که اموره همتی تا بالا داشته باش. یک موضوع. دوم، انسان به فواید سطحی و سرسری نظر نکنه ولو که خیلی آسان هم به دست میآید. یک موضوع را بسیار عمیق فکر بکنه، جنبه های خیلی دوری از او را در نظر بگی، خو لیکن بنیادی باشه، اساسی باشه. اینجا سعی کنی الله متعال تعلیم میده بندگان خدا. که بنده ها شما زود چی هستی؟ نظرایتان سطحی است، علمتان بسیار سطحی است، در عمق موضوعات قطعا داخل نمیشه. از همون خاطر است انسان همیشه ظاهر بین است، اما حقیقت امر تأمل نمیکنه که دی چقدر اگر من اینی راه را انتخاب بکنم چقدر کامیابی برام است. الله متعال اراده داشت که نه، بعد امر اساسی بعد در دست بیاید. مسلمان ها میگفتن تنها قافله در دست ما بیاید، یک بوله غنیمت ها تقسیم میکنیم خیر و خلاص، مفت و جفت میشینیم. الله میخواست نه، اصل مقصد پیدا شدن شما در زمین قیام عبادت الله هست. و وقتی میشه که موانع و مزاحمات دور شود. بزرگترین مانع و مزاحم برای حکمتگیری و قائم شدن حکمت اسلامی قریش بود، کلانای قریش بود که مردم تحریک هم میکرد، مردم منم میکرد از اسلام آوردن، و اولین دشمن پیغمبر علیه السلام هم همین مردم بود. الله خواسته بود که یا بیخکن شود. چی درس عظیم است. انسان باید بسیار دوراندیش باشه، تنها نزدیک فکر نکنه. هر معامله را باید دوراندیشی داشته باشی، فوایدش مضراتش کلش در نظر بگیری. پس اینجا الله متعال همت صحابه را خیلی بالا برد. صحابه را متوجه به این کرد که شما در این فکری ناز و نعمت دنیا نباشه، اصلی حقیقت باید شما در نظر بگیری. از همون خاطر است کسی که تنها
ساز و باز و برگ و جمال یک دختر و بچه را سعی میکنه، به دیانت و عقیده از اون نظر نمیکنه، خطا میشه. تو باید ببینی که کسی باشه که یک وقت پیرام باشم بازم احترام برام قائل باشه، من برای احترام قائل باشم. چرا؟ این جمال و زیب و زیبایی خو یک روز دو روز است، باز دیگه نیست، باقی نمیمانه. چقدر در هر معامله همینطور است. در هر معامله اگر خانه جور میکنی، اگر موتر میخری، اگر زمین میخری، هر چیزی که میکنی، اگر با کسی معامله دوستی میکنی، باید دوراندیش باشی، کل جوانبش در نظر بگیری، کار اساسی را باید بکنی. آن چیزی که فایده سطحی و سرسری داره تو را فریب نده که این نخت سینمی را ما انجام میدم. از امون خاطر است که انسان نظرش باید بالای مقاصد عالی باشه، همتش خیلی بزرگ باشه، فایده همیشه و فایده دوامدار در نظر بگیره، فایده زودگذر نگیره. و درس داد برای ما که انسان آرام طلب نباشه، راحت طلب نباشه، همتش کم نباشه، فایده موقتی را اهمیت نده، بلکه انسان همت عالی داشته باشه و بان که تکلیف و مشقت در وجود تو باشه، او بری تو خوب است از که تو چی باشی؟ تن پرور و نعوذ بالله عیش پرست تربیت شوی. از امون خاطر الحمدلله شما امیال اگر محنت نکنید یخی از خانه نبره، هیچ وقت انسان یک چیز به دست نمیاره. کارهای دنیا هم همینطور است، در تجارت دنیا هم کسی که پول پیدا میکنه همونطور مفت پیدا نمیشه و این قدر محنت میکشه که پرسان نکن. لیحق الحق و یبطل الباطل، به خاطر که غالب بیا حق، ثابت بساز الله متعال، یعنی محکم کنه حق، غالب بساز حق و یبطل الباطل، باطل کنه یعنی ختم کنه باطل عملا. اگرچه در دلیل و در نظریات و در افکار خود قبلا هم همینطور بوده. ولو کره المجرمون، اگرچه بد میدانه کسایی که گناهگار است. و کی میخواد که اسلام قایم شود و باطل از بین بره؟ و میگه نه، این باطل باشه که ما گناه خود کرده بریم. مثل که عالی حکومت ها میگه رشوت نخوره، حکومت ها جور شوه، و میگه نه آب خیلی شوه ماهی گرفته بریم، مورد ای چی؟ از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، در آن وقتی که شما طلب میکرده، استغاثه طلب فریاد میکرده از پروردگارتان، از کم بودن عدد و اسبابتان شکایت در پیش الله متعال میکرده، فاستجاب لکم، قبول کرد الله متعال برای شما و چیست دعای شما را، و وعده کردم رایتان انی ممدکم، که من امداد کننده استم، نصرت میکنم شما را، بألف من الملائکه، به 1000 ملائک، مردفین، یکی از پای دیگه آمده روان است. اشاره به دعای پیغمبر علیه السلام، خود صحابه که آمین میگفتن. پیغمبر علیه السلام روی طرف قبله کرده بود، دستای خود خیلی بلند گرفته بود و به الله خود آواز میداد اللهم انجز ما وعدتنا، یا الله تو آن چیزی را که ختما وعده کرده ای پورا کو، اللهم آتنی ما وعدتنی، بر ما بدی چیزی را که وعده کرده ای. بازی را میگفت اللهم ان تهلک هذه العصابه، اگری گروه تو هلاک بسازی، من اهل الاسلام، از اهل اسلام، لا تعبد فی الارض، باز عبادت تو در روی زمین کرده نمیشه. الله میگه که من قبول کردم دعایتون. اشاره به چی میکنه؟ انسان وقتی آمادگی برای کدام کار میگیره، خصوصا کارهایی که اساسی و عالی باشه و خصوصا که تو هیچ نوع برابری و همتایی با جانب مقابل نداری، بزرگترین اسلحه چیست؟ اتکا به الله، طلب دعا از کیست؟ از الله. تو یک اسلحه معنوی داری که دشمن مقابلت قطعا نداره هیچ، از او خاطر تو باید خود غالب بشماری، به خاطر که امرای توی تو یک اسلحه معنوی است که دشمن از هیچ جای پیدا کرده نمیتونه. او توپ و تانگ نیست، او اینمی اتکا به الله و عقیده به الله است. الله کسی که نصرت دین الله را میکنه، ملائکه در نصرتش روان میکنه. در سوره آل عمران 3000 است، باز دمو آیتای آل عمران 5000 هم آمده. مفسرین تطبیقش اینطور میکنه که 1000 چی کرده بود؟ الله متعال وعده کرده بود، بعد از 3000 در صورتی بود که چیسته یا ضرورت پیدا بکنن. 5000 در صورتی بود که عمله همگانی شوه سری مسلمان ها، لیکن نوبت به 5000 و 3000 نرسیده به نزد بعضی میگن 3000 هم آمده. در 3000 هم باز اختلاف است که 2000 دیگه امرای 1000 سابقه، یعنی که 3000 مستقل میآید. به هر ترتیب الله متعال نصرت خود توسط ملائک به بندگان خود کرده. چرا؟
الله همونطور نصرت میتونه. باز 1000 ملائک برای چی گپ است؟ قوم لوط علیه السلام تنها با یک بال جبریل ابین بالا میکنه و پس میزنه سیالای میشه. قوت ملائکه خو الله متعال چنان قوت داده که پرسان نکو. اما اینجا اشاره به است طبیعت و فطرت انسانی ایره تقاضا میکنه که هر چیزی که زیاد در پالید باشه قلب تو سرشی است، استوار است، مطمئن است. از او خاطر در جنگ حنین که آمده بود امی ملائک، در این جنگ بدر لنگی سیاه در سرشان بود، در جنگ حنین لنگی سرخ در سرشان بود و این ملائکه حتی دید صحابه کرام در اینجا روان کرده. مردفین به خاطر میگه که پشت سرش دیگه ملائکه هم آمده نیسته. در بعضش منزلین آمده به خاطر که ملائکه زمین نیست، بلکه ملائک یک خصوصیت خاص داره که از آسمان پایین میشه. دو سوم در بعضش مسومین آمده که مشخصات جداگانه داره این ملائک. معلوم شد که الله متعال برای بندگان نیکی خود که خدمت دین الله را میکنه لشکری را روان میکنه که بسیار لشکری چی باشه؟ گاردی خاص که برش میگه، گاردای خاص روان میکنه برای تقویت تو. گپ در سری توسته که تو چقدر نصرت دین الله متعال کردی. و ما جعله الله الا بشرا، نگردانیده ای روان کردنی ملائکه الله متعال مگر بشرا، خوشخبری برای شما، برای غلبه و پیروزی شما. یک مقصد. دوم مطابق طبیعت شما، ولی تطمئن به قلوبکم، که مطمئن شوه آرام بگیرد دلهای شما. چرا که طبیعت انسان است، طبیعت انسان همیشه اتکا به اسباب میکنه، اسباب که ببینه باز قلبش مطمئن میباشه، وگرنه هیچ ضرورت به این نبود. الله همونطور نصرت میکرد. از او خاطر میگه و من نصر الا من عند الله، نیست نصرت الله متعال. مراد از نصرت کدام نصرت است؟ بگه نصرتی چی؟ ما فوق الاسباب، ما تحت الاسباب هر کس میکنه. و من نصر اینه ملائک الله روان کرد امرای لنگی. اینی لنگی ثابت است اینه که ملائک هم لنگی میزدن، خصوصا در جنگا. در جنگ بدر سفید بوده و در جنگ حنین سرخ. و من نصر الا من عند الله، نیست امداد و نصرت مگر از جانب الله متعال است. اگر الله بخواه نصرت میکنه ولو به هر قسم باشه، یا بران کردن ملائک یا به امور دیگه. ان الله عزیز حکیم، یقینا الله متعال عزیز زبردست ذات است. هر اراده را که بکنه الله غالب است، کسی مانع اراده الله متعال شده نمیتونه. حکیم حکمت والاست. الله یک دفعه میتونه کل کفار از بین ببره، اما کارای الله به حکمت است. عملا به ما و شما نشان داد که صحابه کدام مردم بود، کدام قسم شاگرده و افرادی رسول الله صلی الله علیه وسلم بودن که یقینا چی کار وایا کردن. وگرنه الله همونطور نصرت شامل حالی کی میساخت؟ پیغمبر علیه السلام میساخت. اما الله خواسته بود که در می معامله یک تعداد کثیری صحابه کرام هم در یک مرتبه خیلی عالی باید برسه. از همون خاطر اگر ما و شما محنت نکنیم الله متعال میتونه مردم یک دم کلش مسلمانی واقعی بسازه. اما الله میخواد در همچو درگیری یا در همچو فراز و نشیب و مقابله یک تعداد بندگان خود مرتبه بده. و مرتبه بنده وقتی بالا میشه که به خاطر خدمت دین الله چی بکشه؟ زحمت و محنت بکشه. از او خاطر انسان باید این نگوید که چرا اینطور است، فلانی چرا قبول نداره. نه، کمالی تو یا خوبی تو دی نمیسته که تو مبارزه با باطل داری. او قبول نمیکنه، بد میگه، رد میکنه، او تو بازم شلستی در جانش که بپذیره. اذ یغشیکم النعاس، الله اسباب کامیابی را چقدر مهیا میکنه. در آن وقتی که پوشانید شما را، گرفت شما را النعاس، پوشانید شما را توسط خواب پینکی، امانتا برای تسکین امنتان که خوف زائل شوه، منه از جانب خیش امی خواب براتان روان کرد. این خوابی طبیعی نبود، الله به طور خصوصی روان کرد. و ینزل علیکم من السماء، و فرو فرستاد بالای شما از طرف آسمان، از طرف بالا ما انابه. چرا؟ لیطهرکم بهی، که شما را پاک بسازه از حدث، از جنابت توسط یاب. یک و یذهب عنکم رجز الشیطان، و دفع کنه از شما وسوسه های شیطانی را. کدام خوف یا دهشتی که در قلبتان پیدا شده بود که وی ما در جای قرار داریم که دشمن سر ما غالب میه، تشریح میکنیم. ولی یربط علی قلوبکم، که ربط بیاره یعنی محکمی بیاره بالای قلبای شما. و یثبت به الاقدام، و قدما را توسط یزی خوب محکم بسازه. اسباب الله برابر کرد. و پیشتر گفته بودم که در جایی که پیغمبر لشکر پیغمبر بود اونجا ریگزار بود، پایا گور میرفت.
جایی که کفار بود اونجا خب سخت بود. یک. دوم، چون در ظاهر مشاهده کردن لشکر مسلمان ها لشکر ازواره که خیلی نیرومند، مردمی خیلی زیاد مجهز، خامخا در دل شیطان وسوسه میکنه که سی که در مقابل قدر لشکر کی میتونیم، در موقعیت بالام قرار داره، سنگرشان هم سر ما بالاست، او اینجا ما پایا امام در ایگاه گور میره، این تر شکست خورده استیم. ببینه که نقشه جنگ الله چه قسم بدل میکنه. شو باران شد، باران که شد یکی خو یا صحابه کرام که به آب خیلی زیاد نیاز و ضرورت داشتن آب زیاد شد، کسی که ضرورت به غسل داشتن غسل کردن، وضو داشتن وضو کردن. این ریگزار بود مکمل، باران کم بود، سری چی مکمل محکم شد که پایا گور نمیرفت. اما اونجا باران کم شد و او لایق بود که می کافر میبرامد میفتاد. الله متعال در یک دقیقه نقشه جنگ بدل کرد. با الله خو سخت نیست. و من نصر الا من عند الله. در اینجا یکی از جمله چیزایی که سبب اطمینان صحابه شده خواب پینکی است. خواب پینکی سر کل صحابه یک دفعه آمده بدون کدام اختیار، حتی شمشیرها از دستشان افتاده. در یک روایت میگه که غیر از پیغمبر علیه السلام که او تهجد میخوند دعا میکرد دیگه کل گیره خواب برد، لیکن از علی رضی الله نقل شده که پیغمبر علیه السلام هم خواب پینکی سرش آمد. این خواب پینکی سبب چی شد؟ کدام وسوسه ها که در قلبا تو بالا میشد مکمل توسط همین خواب از بین رفت. از همون خاطر است که خواب در نماز از طرف شیطان است، خواب در میدان جهاد از طرف کیست؟ الله متعال است. چرا که کدام ترسی که در قلب پیدا شده توسط خواب چی میشه؟ در جنگای سابق یک جای در سنگر بودیم، دوستا قط ما بود، اوان میخورد خود گرد بر ما چرا بود که بررس میکرد. ما خو اول خو نماز خواندیم، اما کسایی که قط ما بود یا مجاهدین بیچاره این گپا را هیچ نمیفهمید که یا رسایی که نماز میخواند اینطور حالت اینطور حالت نماز خواند. دیگه ما قرار خواب رفتم، یک نفر یکی از دوستان آمد اینا دل بیغمو ما گفتم غم نکن انشالله این پیروزی است، نصرت است. الحمدلله باز نجات یافتیم. یعنی اینطور محاصره شده بودیم یک نفر شهید شد دیگه چی شدن. خب در خواب در نماز خواب از شیطان است. بعد خواب از همون خاطر است که پیامبر علیه السلام میگه که غلبه میاره یکی از شما خوابه بعد چی بکنه؟ نماز رو ترک بکنه به خاطر که چیزی نگویه. اما در میدان جهاد این چی است؟ رحمت الله است بالای مردم. در اینجا چیزی دیگری که الله میگه ولی یربط علی قلوبکم و یثبت به اقدامکم. در میدان جهاد دو چیز خیلی ضرورت داره. قدم وقتی استوار باقی میمانه که قلب مطمئن باشه. همیشه اعضا که نیرو میگیره قوت میگیره کار میکنه به انگیزه یا به چی است؟ قوت دادن قلب است. از همون خاطر تا وقتی که قلب استوار باشه میدان اعلان نمیکنی. او ربط قلب خو ما شما را اونو گفته بودم که 4 مرحله داره. مرحله چی است؟ انابت، بعد از وصل، بعد از چی است؟ استقامت، پس از ربط قلب میاد. در ربط قلب انسان مکمل تسلیم الله میشه، از هیچ چیز دیگر حراس نداره. او وقتی که ربط قلب موجود باشه حراست مکمل گم میشه، که گم میشه در میدان استوار باقی میمونی. اذ یوحی ربک الی الملائکه، در آن وقتی که وحی کرد پروردگار تو به سوی ملائک، چی برشان گفت برای ملائک الله؟ انی معکم، که من امرای شما هستم. این امو رقم که لایق شان الله متعال است. چه رقم بودن؟ بس امو رقم کمی یک معنی است که امرای ملائک الله است. دوم، در آن وقتی که وحی کرد پروردگار تو برای ملائکه که بگوی برای مسلمانا، چی را بگوی؟ انی معکم، که من امرای شما هستم. الله خبر روان کرده برای مومنا به دست ملائک که من امرای شما هستم. مراد از بودن الله نصرت الله است، اما این معیت صفت الله متعال است. امو رقم که لایق شان الله است. فثبتوا، دو معنا داره. فثبتوا الذين آمنوا، پس شما زیاد همت بده، زیاده همتی بده برای کسانی که آمنو ایمان آورده، یک معنا. یا فثبتوا الذين، شما مستحکم بسازی برفتنیتان قلبای کسانی که آمنو ایمان آورده. چرا وقت شما را ببینه که لشکر کمکی بر ما آمده، لشکر غیبی هم است، دیگه هم قلبایشان پخته میشه. سألقی فی قلوب الذین، زود است که ما بندازم به دلهای کسانی که کفرو کافران هستند. چی را؟ الرعب، یعنی بزدل شدن، هیبت، ترس شما را در قلبشان پیدا میکنم. قدرت الله متعال کفار همیشه همینطور است. فضربوا فوق الاعناق، بزنه بالای گردنا را.
وضربوا منهم كل بنان، بزنی از یاد تمامی چی را؟ انگشتاره. در اون زمان خود جنگ شمشیر بود. سعی کنی الله متعال برای ما طریق جنگ و جهاد نشان میده. مرمی را خو فیر میکنی، کی را باید اول بزنی؟ قاعده است که اول در لشکر دشمن کلان قماندانش بزن، به خاطر که نیرو کسی که انتظام میکنه انسجام میکنه او از بین بره. این سبب شکست هر لشکر میباشه. پشتی سر چی میه؟ دوم مرمی را خو فیر میکنی، کجا فیر کنی؟ ها؟ یا مثلا شمشیر میزنی کجا را بزنی؟ نقطه اساسه که باز دیگه دوباره حاجت به زده نشوه. در شمشیر بازی خو یک دفعه گپ هستم، یک دفعه شمشیرت خیلی دقیق خورد کامیاب است، اگر نخوردی خو باز تو را زده میره. قرآن کریم میگه فوق العناق، اول تلاش کو سری فوق العناق. شیر دیده، حیوانات خود دیده، وقتی که امو آور میگیره از کجا میگیره؟ از اینه گلون میگیره، خلاص زود از بین بره.